السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان و برادران عزیز، امید دارم که همگی خوب هستید. چگونه که همه شما میدونید ما در دولت استرالیا قرار داریم و با یک برنامه به دولت استرالیا آمدیم. اما من در این ویدیو هم نمیگویم که برای چی آمدیم یا اینکه من درباره این برنامه خودم صحبت نمیکنم. موضوع امروزه من در این ویدیو موضوع برادرمون عزت امان است. چگونه که یک ویدیو نشر کرد برادرمون عزت امان و در اون ویدیوش گفت که وقت شما این ویدیو ما رو میبینید یا ما رو دزدیدند یا اینکه من عموما در تریتوری روسیه قرار ندارم. زمانی که شما این ویدیو را تماشا میکنید مطمئن باشید که من دیگر در تریتوری مسکو و تریتوری روسیه نیستم و امکان دارد که ما تریتوری روسیه را ترک کنیم و در مشکل قرار داریم و شاید در تاجیکستان یا شاید در زندان باشیم. برای همین من از همه شما خواهش میکنم یکدیگر فهمی را از دست ندید، یکدیگر را احترام کنید، با کمک یکدیگر همیشه شتابید. هر چیزی که از دست ما آمد طول این همه وقت و ساعت ما کردیم. اگر کم بود از شما معذرت میخوام، اگر بسیار بود برای ما عزیزات دعا کنید که در آینده نیز توانیم یک جمهوری بسیار تیز و آرام و صلح و آسایشتگی را خدمت مردم ارائه فرماییم و با کمک همدیگر وطن را نیز آباد کنیم. و دقتتون تشکر، برای ما دعا کنید. اما بعضی رسانه ها حالا می نویسند که عزت امان در تاجیکستان است و بعضی دیگرش می نویسند که نه، حالا به تاجیکستان نرفته است، در خود دولت روسیه است. اما نامعلوم است. هیچ یکی ما و شما در دستمان دلیل معلومات نداریم که عزت امان در تاجیکستان است و هیچ یکی ما و شما هم معلومات نداریم که در خود روسیه است. پس ما و شما برادران عزیز کوشش کنیم از همه جا خبر پیدا کنیم که عزت امان در کجا قرار دارد و در کدام حالت است. در وقت آزاد بودن برادرمون عزت امان خیلی خدمت های در حق شما از جمله برادران در روسیه بوده، برادران مهاجر خیلی زیاد رسیده است. نه تنها برای برادران مهاجر در روسیه بوده خدمتش رسیده است، بلکه با تمام تاجیکستانیان خدمت میکرد. در وقت آزاد بودنش، در وقت در دولت روسیه بودنش از حقوق زنی تاجیک دفاع میکرد، از حجاب زنی مسلمان دفاع میکرد که در تاجیکستان خواهر اپا و برادران ما و شما هستند. پس عزت اما برای هر یک ما و شما خدمت کرده است و از حق حقوق هر یک پدر و مادری که در تاجیکستان حقوقش پایمال می شود صحبت کرده است و دفاع کرده است. نه تنها در این مسئله و حتی برادران عزیز در واروخ یک مناقشه بین قرقیزستان و تاجیکستان شد درباره زمین. عزت امان هم کوشش میکرد که برادران ما و شما را جمع کنند، بروان از مرز خودمان دفاع کنند. وقتی که ده ها چندین نفرهایی را که در تاجیکستان کشته بودند، ظلم کرده بودند، حتی برادرمون عزت امان خست از حق اونها دفاع کرد. پس امروز نوبت ما و شما است. همه برای یک است، یک است برای همه. چگونه که شما در پشت ما میبینید اینم آن است، سازمان ملل متحد است و ما حالا در اینجا قرار داریم و من به شما نگفته ایستادم که به امید این سازمان ها بیستیم یا اینکه به امید یگان کسی دیگر بیستیم. عزت امان خدمت در حق ما میکرد. وقتی عزت امان بردن حالا زندان کردن یا اینکه دستگیرش کردن، پس حالا نوبت ما و شما است که از او دفاع کنیم و او را آزاد کنیم. اما برادرای عزیز، در اینجا یک نقطه خیلی مهم است که حکومت میخواهد عزت امان را در پیش ما و شما همچون یک قلاب نشان بدهد. وقتی که تمام مردم، وقتی که تمام برادرها میخواهند از عزت امان دفاع کنند، عزت امان را آزاد کنند، حکومت یک ویدیوی نشر میکند که در اون یک کدام نمیدونم تاجیک گویا برده است به عزت امان 40,000 روبل داده است و $1,000 دیگر داده باشد، گویا برای برادر او را آزاد کردن. با این دلیل، با این ویدیویی که حکومت نشر میکند، حکومت میخواهد عزت امان را در نزد ما و شما قلاب نشان بدهد. اما ما و شما میدونیم که عزت امان قلاب نیست. عزت امان در وقت آزاد بودنش یک جمعیت تاجیکان، مرکز تاجیکان در روسیه داشت. هدف اون مرکز هم خدمت برای برادران در روسیه بوده بود، یگون چیزی دیگر نبود. پس ما و شما باید بدونیم برادران عزیز که عزت امان تنها خدمت برای مردم میکرد. اون ویدیوهایی که در حق عزت امان میبراید، چرا در وقت آزاد بودن عزت امان یک ویدیو نمیبرامد؟
چرا در وقتی که عزت امان آزاد بود، عزت امان تمام کار و فعالیت میکرد، این ویدیوها پیدا نشد؟ وقتی که حکومت میخواهد که عزت امان را زندان کند، همین گونه ویدیوها را نشر میکند. شاید بعضی بچهای ساده این ویدیو را ببینن بگن که بس که عزت امان قلاب بوده. این قلاب نیست، قلاب این شده نمیتواند. چی مگر با یک گپ انسان قلاب باشد؟ پس در تمام دنیا هم، در همین روی دنیا هم قلاب است. یک ویدیو فقط شده نمیتواند. برای یک انسان یک کار کرده باشد باید ده ها دلیل بیارد، یا که ویدیو بیارد، یا حداقل 100 بیارد. در عصر 21 هستیم. اون چیزایی که حکومت برادرای عزیز نشر میکند، اونها یگون دلیل شده نمیتونن. اونها همش خاک پاشیدن در چشم ما است که ببینید عزت امان اینو آن است. اما ما و شما میدونیم که عزت امان کارش، زندگیش تنها خدمت برای مهاجران بود و هست، دیگر میموند. دیگر یگان برنامه دیگر نداشت. بله در ویدیوهاش دفاع از حقوق زنهای تاجیک میکرد، از حجاب زنهای مسلمان ها میکرد که همه ما و شما میدونیم در تاجیکستان در نزد هر یک کارخانه هایی که میدروی در اونجا نوشته است که با حجاب در آمدن منع است. این حکومت جنگ اعلان کرده است با مسلمان ها در تاجیکستان. اما عزت امان میگفت این کار خوب نیست، این کار بد است، این کارهایی که شما میکنید یعنی با بدی انجام میشود. و همین ما میگیم که کارهای خوب نیست. خب برادران عزیز، در آخر من گفتنی هستم که ما یگان برنامه انشاءالله در آینده میگذاریم و طبق همون برنامه همه ما و شما با همکاری یکدیگر تمام سعی میکنیم، کوشش میکنیم که برادرمان عزت امان آزاد شود، در هر کجای باشد نباشد. دیگر الله نگهبانتان باشد. من دیگر به امید این ورقها نیستم، بر امید یگان چیز دیگر نیستم. کاری که ما و شما میتونیم ورقها نیست. ما و شما برادران عزیز تاجیکا میتونیم که یک جا شده سرجم شده عزت امان را آزاد کنیم. نه تنها عزت امان، تمام تاجیک و تاجیکستانی را میتونیم آزاد کنیم. با این ورقها، با این کارهایی که با این قانون ها فکر کنم عزت امان آزاد نمیشه. زیرا تاجیکستان یگان دولت قانونی نیست، یک دولت دیکتاتوری است که بخواهد هر کسی را میکشن، بخواهند زندان میکنن و بخواهند هر تهمتی را بالاش میکنن. یک ده ها کس رفته زندان شدن. چی یگان تا اونا با دلیل زندان شدن؟ نه، اونا را یک کس خواست است اونا زندان شدن. پس با حکومت تاجیکستان، نه با حکومت تاجیکستان، با بعضی هایی که در حکومت تاجیکستان نشستند ما و شما را میکشن، زندان میکنن، از بین میبرن، با این ورق روچکه و با این چیزا حل کرده نمیشود. اونها را با همون زبان خودشون میشنونیم. خب منتظر باشید، ما یک برنامه میگذاریم در راه و انشاءالله همه با هم با این برنامه حرکت میکنیم و مقصد این برنامه ما و شما هم برای آزادی عزت امان است. الله نگهبانتان باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.